شما احتیاج دارین که ببرین همراهتون، تا همش نه. من یه کوله و یه دونه کیف دیگه هم همراه میبرم. لوازم آرایشی و اینام توی این کیفه که میذارم داخل کوله‌ام. و حالا چیزایی که من نمیبرم ولی شما بخواید ببرین، خب من ظرفامو که از قبل بریده بودم، شما حتما باید ظرف ببرین همراهتون. اگه که آدم تنبلی نیستین بچه‌ها چیز نکنین، ظرف زیاد نبرین، چون که مثلا تو میبینی 4 تا لیوان میبری همراهت، بعد تا لیوان 4م یا کسی نکنی نمیرسه تا دیگه رو بشوری. ولی اگه 1-2 تا لیوان ببرین، 1-2 تا ماگ ببرین، هم که اصلا ماگت کثیف شد میری میشوریش و صبر نمی‌کنی که همه ظرفات کثیف بشه. یه خورده سخت هست واقعا، ولی به نظرم خوبه. از مواد غذایی هم که سعی کنید ماکارونی ببرید همراهتون، سویا. حالا اگه ورزشکارین که گوشت و مرغ هم ببرید، ولی خب اگه که وقت داشته باشین غذا درست کنین، چون که واقعا من خودم وقت نمی‌کنم، ولی امسال میخوام که این کار انجام بدم. اون ظرف کوچیکارم که بردم واسه این بود که خوشم بیاد که برم تو آشپزخونه. اگر تو وقتی مثلا خیلی روح کار قشنگ نباشه، من دلم نمیخواد که برم آشپزی کنم دیگه. حالا شارژرها و لپتاپ و اینا همه رو که میذارم توی کوله پشتیم. وسایل حمام همه چی رو واقعا بردارین، یعنی مثلا هر چیز کوچیکی احساس میکنین، چون وزن نداره، جای زیادی هم نمیگیره. شامپو اینا رو که آره، باورتون میشه چند بار یادم رفت مقنعه ببرم. یعنی مهمترین چیزی که دختر واسه دانشگاه لازم داره. اوکی من برم آماده شدم، مقنعه من باید پیدا کنم، نمیدونم کجاست. الان یهو یادم اومد، من رفتم آماده شدم و حینا آماده شدم بود که یادم اومد چه چیزای مهمی رو که یادم نرفته. الان فکر کنم تو مسیر دیگه چی یادم میاد. بچه‌ها حتما یه قیچی همراهتون ببرین چون لازمتون میشه. چسبم اگر چسب نواری هم همراهتون ببرین. و خصوصا حتما باید تو خوابگاه داشته باشین. اگه نداشته باشین اینجوریه که همش چون خیلی ریزه کاری پیش میاد براتون. بعد به اونی که داره بگین که میشه فلان چیزی رو قرض بگیرم، که حس خوبی نیست. کلا قرض گرفتم. مهمترین چیزی که داشت یادم میرفت لئو رضا بچه‌های عروسک، اینا یادم رو تولد فکر کنم 14-15 سالگی بود، یکی به من کادو داد. قشنگ معلوم بود که داشته میومد، بعد این مناسبت برام چی بیار، چون یهویی دعوتش کردم، گفت من کادو ندارم بعد بیارم. گفتم که اشکال نداره برو تو خودت بیار. فکر کنم دیده بود مثلا یه کادو از یه نفر دیگه گرفته بود آورده بود واسه من، ولی اینقدر دوستش دارم. اسمش هم جریان داره، اسمش لئو رضاست. شبا من واقعا با این میخوابم تو خوابگاه و بغلش میکنم و یه وقتایی هم که حالم بده باش حرف میزنم. داشت یادم میرفت بچه رو ببرم. بچه ها دفتر خاطراتتون هم ببرین، اصلا هیچ مدرک جرمی از خودتون تو خونه باقی نذارین. داشت یادم میرفت ببرمش. هم که حالا من خاطرات اونجاتون رو بنویسین، هم خاطرات قبلیتون رو نذارین که کسی بخونه دیگه. چه احساس میکنم تقریبا همه چی رو برداشتم. الان دیگه باید برم وسایل رو بذارم تو ماشین و دیگه راه بیفتیم. One, two, 1, 2, 3, 4.